سلام به دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در رابطه با چالشی که یه چند روزی هست پاس شده، خواستم ویدیوشو بگیرم برای دوستان و توضیحاتی رو در موردش بدم، هم از لحاظ روانشناسی و هم این که چطور چالش پاس شد و حالا فعلا توی حساب ریل هستیم که انشاءالله بتونیم برداشت بزنیم. خب اول یه توضیح کوچیک در رابطه با لول های قیمتی بدم. لول های قیمتی یه سری دیتا هستش که از روز قبل ما میتونیم این ناحیه ها رو به دست بیاریم و واکنش هاش رو میتونید ببینید. حالا اینجا فقط هر ناحیه یک واکنش رو میتونید ازش بگیری. اینجا ببینید یه چیز نزدیک به 51 پیپ سود داده و اینجا بعد از اینکه اینو شکسته، این ناحیه رو شکسته، یه چیز نزدیک به 72 پیپ و حتی دوباره بعد از اینکه ناحیه شکسته شده، دوباره بعد از پول بک دوباره هم یه چیز نزدیک به 74 پیپ و حتی بعد از اینکه این کندل خبری زده شده و باز هم سود خودشو داده و اینجا هم باز دوباره واکنش خودشو داده. خیلی خوب، جمعه قرار یه ظرفیت کوچیک باز کنیم برای کانال خصوصی که هر روز صبح این تمپلیت ها داخل کانال خصوصی قرار میگیره. خیلی خوب، این ترید هایی هم که الان میخوام در موردش صحبت کنم با همین لول های قیمتی اتفاق افتاده و چالش رو تونستم باز کنم. وارد پنل کاربری میشیم. اون فضای سایت پراپی بودش. اینجا هم اینجا رو ببینین، هادیه شایگان فر. اینجا هم میتونید ببینید نام کاربری هادیه شایگان فر. 1 سال و 8 ماه و 18 روزی که من با این سایت کار میکنم. 2 بار تونستم حساب ریل ازش بگیرم. خب 1-2 تا هم چالش رو نتونستم پاس کنم تو این 1 سال و خورده. خیلی خوب، اینجا 2 تا چالش داشتیم که پاس شده، بعد یه چالش حساب ریل داشتم که رد شده و اینجا برای اینجا تاریخ 10/9/1403 همین چند هفته پیش بود که من چالش جدید رو گرفتم و روزی بود که میخواستیم اولین کانال خصوصی رو راه بندازیم و در رابطه با تمپلیت هایی که داخل کانال خصوصی گذاشته میشه و درگیر اینجور قضایا بودم و خواستم که یه چالش رو بگیرم و یه چالش رو هم پاس کنم و حالا همین اتفاق هم افتاد که 10/9 بوده، مرحله اول بوده. بریم آنالیزش رو ببینیم. خب این چالش 8% باز سود تارگتش بوده، 8% سودش گرفتیم و اینکه تعداد روزهای معاملاتی 14 روز، حالا میشه بگید چه نزدیک به 2 هفته. بعد خب اینم گرافشه. خب ببینید اینجا تا اینجا داشتیم خب با دوستان ترید میزدیم و اینجا دقیقا روزیه که 1 روز قبل از این که اون کانال خصوصی شروع بشه و یه خورده بار روانی داشت اون کانال جدیدی که میخواستیم را بندازیم و همون شب قبلش هم اگه دوستان قدیمی فکر میکنم یادشون باشه که 1-2 تا استاپ و حتی توی کانال خصوصی با هم خوردیم و اینا.
که باعث شد یه برم حسابم به کامل ببرم توی ضرر. ولی خب اینجا یک نکته رو که میخوام بهتون بگم، وقتی که یه تریدر از استراتژی خودش مطمئن باشه، از سودهایی رو که گرفته از سودهایی رو که گرفته بهشون اعتماد داشته باشه، یعنی اینکه یکی که چندین بار سود گرفته وقتی که یه بار ضرر میکنه یا اینکه حسابش میره توی ضرر، دیگه از این ترس نداره که حسابش رو بخواد از دست بده. برای خودش اینو میدونه، چون بارها و بارها سود گرفته، این ذهنیت سودده بودن رو داره و میتونه دوباره حسابش رو بیاره سودده کنه. یعنی بزرگترین چالش یه تریدر اینه که یه حسابی رو که شما 5% 6% رشد بدی و توی 2 روز بیفتی توی چرخه ضررده و اون سودی رو که گرفتی کاملا از دست بدی. و اونجاست که همه تریدرها میخوان یه کارهای خارق‌العاده انجام بدن، استراتژیشون رو تغییر بدن، حجم معاملاتشون رو بیشتر کنن و یا خیلی کارهای خیلی عجیب غریب انجام میدن که باعث میشه حسابشون رو از دست بدن. ولی خب اینجا من کاملا با حجمای کم وارد شدم، یکی دو تا معامله درست انجام دادم. اینجا ببینید من کلا $75 میخواستم که چالشم پاس بشه، ولی خب حسابم کامل رفت داخل ضرر و تو یکی دو سه روز یه خورده آروم گرفتم و بعد میبینید که بعد توی 3 روز فکر کنم شد که چالشم پاس شد. خب دوباره بریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم رو باید 2%، ببخشید مرحله دوم باید 4% سود میگرفتیم. خب این مرحله دومه که باید 4% سود میگرفتیم. توی مرحله دوم ببینید که حالا چون گرافش داره خیلی از نزدیکتر تعداد روزهای کمتری گرفته شده، فکر کنم 6 روز شد، یه نوسان خیلی کوچیکی رو داره. اینجا حساب اومده توی ضرر، یه چیز نزدیک به $19-20. بعد دیگه اینجا هم چیزی دیگه، الان داخل حساب ریل هستیم. 1-2 روز بود که داخل حساب ریل. بله این مرحله دوم حساب ریل در حال ترید. اینجا رو ببینیم. اینجا 3 روزه که داریم ترید میزنیم، تاریخ نداره دیگه، نامحدوده و اینکه 5000 تا بوده، $215 توی سوده. حالا این حساب من سعی میکنم کمتر ترید بزنم، حالا دنبال سودهای آنچنانی نیستیم که حسابمون از دست نره، ولی خب حتما ترید میزنیم، برداشت میزنیم، باز ویدیو میگیریم همه دوستان ببینن که با لول های قیمتی هم میشه سود گرفت. و یک نکته هستش که دوست دارم به اشتراک بذارم، اینی که شما دوستان اگر که بهترین استراتژی، یعنی استراتژی، خب الان لول های قیمتی وین ریتش 80-85%. شما یه استراتژی خوب داشته باشید. خب من یه استراتژی خودم دارم، اونم همینطور وین ریتش تا وقتی که خودم باهاشون ترید میزنم، من الان لول های قیمتی رو خودم که باهاش ترید میزنم وین ریتم 90 و یک استراتژی دیگه هم دارم که شخصیه، اون استراتژی اونم وین ریتش 90. خب شما میتونید یک استراتژی داشته باشید، حالا بگین شما باهاش ترید بزنید با 80% یا 85%، خب وین ریت، یه استراتژی سودده. خب ولی شما میتونید یه استراتژی سودده داشته باشید ولی ضرر کنید.
اینا همه برمیگرده به اون حالت روانشناسی شما، اون تجربه شما. متوجه؟ من داخل یک گروهی بودم، خب همه داشتن سود میگرفتن ولی من نمیتونستم سود بگیرم. بارها این اتفاق افتاده بود. متوجهید؟ ولی از اون موقعی که با خودم روی خودم کار کردم، سعی کردم تریدی کمتر بزنم، سعی کردم حجم معاملاتم کمتر باز کنم، یک پنل داشته باشم برای تریدم و از این پنل یا اینکه یه سری قانون داشته باشم برای تریدم، از این قانون ها سرپیچی نکنم، یه تغییری تو حسابم افتاد. و دنبال این نباشیم که بخوایم سودای خیلی بزرگ رو بگیریم. ترید یه شغلیه که شما باید دوستش داشته باشی و دنبال درآمدهای زیاد نباشی و سعی کنی که سودای کوچیک رو بگیری تو یک مدت زمان طولانی. ببین قربونه، شما این حساب $5000 که الان 4% توی سوده شده $215. یه چیزی نزدیک به 200 حتی یه چیزی نزدیک به 15-16 میلیون. خب وقتی شما با 15-16 میلیون قانع نیستی، خب میخوای یه درصدای بیشتری رو بگیری. خب همینجور که حجم تو برای سودای بیشتر میبری بالا، همینطور هم برای ضررهای بیشتر باید آماده باشی. ولی خب یک حسابی که شما 10,000 تایی، 20,000 تایی یا اینکه 30,000 تایی اون 4% سود بگیری، یه سود قابل قبول و یه سود چشمگیریه. متوجه؟ سعی کن اون با سودای کم قانع باشی و اینکه صبوری کنی تا حسابت بیشتر بشه تا بتونی وقتی که 3% توی ماه میگیری یه سود قابل قبولی باشه برات. امیدوارم که همیشه موفق باشید و همیشه پر سود.